جوونه آقا جان با تازه عقد کرده بود، با خانمش سوار اتوبوس واحد شدن. شما بشنوید جالبه، سوار اتوبوس واحد شدن. به شما داخل تصویر من باشید. سلام. بله، وسط اتوبوس واحد وایساده بود، کنار خانمش تازه نامزد کرده بودن. به خانمش گفت تا از اتوبوس واحد اومدن تو زیرگذر حرم امام رضا، به خانمش گفت گوش کن. رو کرد به امام رضا، گفت امام رضا یه صلوات برات میفرستم، یه خونه بزرگ با سونا و جکوزی و همه امکانات و استخر نصیب من کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانمش گفت عجب پررویی هستی تو، یه دونه صلوات، یه خونه 600 متری با همه امکانات. گفت دیگه من گفتم. میگفت همینو گفتم و داستان تمام شد. یادم رفت قضیه چیه. یکی از عموزاده های بابام زنگ زد به من، گفت آقا تو تازه عقد کردی؟ گفتم بله. گفت خونه خالی نمیخوای با نامزدت راحت باشی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت من میخوام یه 2 ماه برم آلمان، خونم بالاخره اینجا نمیتونم رها کنم. اگه دوست داری بیا خونه من بمون، یه پولم بهت هدیه میدم، یه 2 ماه تو خونه ما بمون، تو این طرف فلان قسمت مثلا شهر مشهد، یه قسمت بالا شهر، یه خونه 600 متری با همه امکانات. گفتم باشه. ما هم که از خدا خواسته رفتیم 2 ماه موندیم. این آقا رفت آلمان نیومد، 3 ماه موندیم نیومد، 4 ماه شد نیومد. بابا گفتم بابا خسته شدم، من از درس و زندگی باز شدم. بابا گفت پیگیری میکنم. با وکیلش صحبت کردیم، گفتی 1 ماه دیگه صبر کن من برمیگردم جبران میکنم. 5 ماه شد نیومد، 6 ماه شد نیومد. بعد از 7 ماه تماس گرفت، گفت ببخشید شرمنده‌ام. گفتم به خدا من از زندگی باز شدم، غلط کردم بابا. گفت راستشو بخوای من یه نذری کرده بودم با امام رضا. گفتم امام رضا اگه مشکل اقامت من در آلمان حل شد، این خونه 600 متری با همه امکانات هدیه میکنم به یه جوون مؤمن. و نیت کرده بودم تا انجام نشده اینو بهت نگم. گفت من هنوز نظرم یادم نبود. آقا هستی شما هنوز؟ گفت بعد که رفتیم محضر وکیلش برا من امضا کنه، یاد یه دونه صلواتو کنایه که به امام رضا زده بودم افتادم، زدم زیر گریه. این وکیله گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم تو نمیدونی قضیه این خونه چیه. ما با یه دونه صلوات به طعنه به امام رضا گفتیم آقا یه صلوات میفرستیم یه خونه به ما بده. الان دارم نتیجه اون یه دونه صلوات رو میبینم. بله تو که یه گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. برنده باشید نه بازنده. اهل بیتی انشاءالله. به تو امیدوارم امام رضا، گره خورده کارم امام رضا، دلگیرم